ای دختران مسلمان، مخصوصا آنهایی که هنوز نابالغید، بدانید که عزت و شرف شما از لباس و رفتار شماست. خودنمایی با لباسهای تنگ، نیم برهنه و رقص و بازی در اینترنت نه آزادی است و نه پیشروی. این پس کردن قدر خود و دیوس نشان دادن پدر و برادران میباشد. شما خود را به چشم هر کس میگذارید، در حالی که اسلام شما را همچون گوهری پنهان حفظ کردن میخواهد. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: دو گروه از اهل دوزخند که من آنها را ندیدم. یکی از آن دو گروه زنانی هستند که لباس پوشیدند اما لچ و برهنند، به گناه مائلند و دیگران را نیز مائل میکنند. آنها به بهشت داخل نمیشوند و حتی بوی بهشت به مشامشان نمیرسد. فکر کنید، لباس پوشیده اما برهنه، یعنی همین لباس های تنگ، کوتاه و جلب کننده. این راه آبرو نیست، راه پشیمانی است. اینترنت فراموش نمی کند. یک ویدیوی امروز می تواند فردا سبب شرمندگی خودت، عائلت و حتی شوهری آینده شود. با خود بیایید، شما امتی بهترین پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستید. شما نباید خودتون به ارزش و وسیله تماشای دیگران قرار دهید. حیا زیباست، حجاب شرف است و کسی که خود را به خاطر الله نگاه دارد، الله او را بلند می کند.